تا حالا به ماه نگاه کرده اید و از خودتون پرسیده اید این گوی نقره‌ای در آسمان چیست؟ ماه تنها قمر طبیعی زمین است، یک کره‌ای سنگی که همیشه یک رویش به ما دیده می شود. قطرش حدود 3474 کیلومتر است، یعنی تقریباً 4 برابر کوچکتر از زمین. ماه نه تنها باعث زیبایی شب هاست، بلکه نقش بزرگی در زمین دارد، جزرمد اقیانوس‌ها، تعادل چرخش زمین و حتی ثبات آب و هوا، همه به لطف وجود ماه است. در سطح آن دهانه‌های برخوردی زیادی وجود دارد، آثاری از میلیون‌ها سال برخورد شهاب سنگ‌ها. ماه هیچ جویی ندارد، پس صدا در آن شنیده نمی شود و آسمانش همیشه تاریک است. و جالب است بدانید، در سال 1969 نیل آرمسترانگ اولین انسانی بود که قدم بر ماه گذاشت و گفت این یک گام کوچک برای انسان، اما یک جهش بزرگ برای بشریت است.